سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. در بخش اول از مباحث مربوط به VPN، قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به سلوشن IPsec و بخوایم در مورد IPsec صحبت کنیم، قبلش تصمیم دارم در مورد کریپتوگرافی صحبت بکنم، در مورد رمزنگاری. اصلا وقتی ما میخواهیم یک دیتایی رو رمزنگاری بکنیم و از یک مبدأ به یک مقصد ارسال بکنیم، چه فرایندی صورت میگیره و این رمزنگاری به چه ترتیبی انجام میشه. خب تو بحث مربوط به کریپتوگرافی همون رمزنگاری ها، ما دو نوع الگوریتم داریم: یک الگوریتم های سیمتریک، دو الگوریتم های اسیمتریک. سیمتریک ها میگن الگوریتم های متقارن و اسیمتریک ها میشن الگوریتم های نامتقارن که در موردشون صحبت. توی الگوریتم های سیمتریک که ابتدایی ترین الگوریتم های بودن که زمانی که کلا فرآیند مربوط به کریپتوگرافی اومد، اول الگوریتم های سیمتریک ها به وجود اومدن. الگوریتم های سیمتریک ها برای اینکه بخواهیم ما یک ترافیکی رو از یک مبدأ به یک مقصدی ارسال بکنیم، از یک کلید استفاده میکردن و عملا دیتای ما رو انکریپت میکردن و به مقصد ارسال میکردن و مقصد هم از همون کلید استفاده میکرده به جهت چی؟ به جهت ارزم به حضورتون که دیکریپت کردن. پس چی شد؟ ما اینجا اگه بخوایم میگیم الگوریتم های سیمتریک ها چیکار میکنن؟ ما از یک کلید استفاده میکنیم. خب مثال میشه اگر شما در نظر بگیرید یک سورس قرار باشه یک ترافیکی رو بفرسته به یک دستینیشنی، مقصدی. فرض بکنید که این دیتا هست. میومد چیکار میکرد؟ میومد به علاوه یک الگوریتمی میکرد که این الگوریتم چی بود؟ الگوریتم سیمتریک بود. مثل چی؟ مثل الگوریتم DES، مثل الگوریتم 3DES یا الگوریتم های AES که در مورد توی اسلاید بعدی با هم صحبت میکنیم. و بر اساس این الگوریتم میومد چیکار میکرد؟ یک کلیدی رو در نظر میگرفت و این دیتا رو میومد چیکار میکرد؟ اینکریپت میکرد. حالا این اینکریپت شده ها رو به طرف مقابل که مقصد باشه ارسال میکنه. مقصد چی داره؟ یک چیزی دریافت کرده که رمزنگاری شده. باید چیکار بکنه؟ باید منهای این که بدون چه الگوریتمی ما داریم استفاده میکنیم. میگه خب من میدونم الگوریتمی که دارم استفاده میکنم یک کدوم اینه، مثلا الگوریتم دیس دارم استفاده میکنم. خب کلید رو هم باید بدونه. پس اینجا کلید بسیار بسیار میتونه مهم باشه. پس میاد اینجا چیکار میکنه؟ کلید رو در نظر میگیره و در انتها میرسه به چی؟ میرسه به دیتایی که ما اومده بودیم بر اساس اون الگوریتم رمزنگاری کرده بودیم. پس بر اساس تو قسمت الگوریتم سیمتریک ما از یک کلید استفاده میکنیم. خب خود این موضوع میتونه نقطه ضعف باشه، خودش میتونه چالش هایی رو داشته باشه برای اینکه ما از یک کلید استفاده میکنیم. اینو هم بهتون بگم، الگوریتم های سیمتریک میاد چیکار میکنه؟ بر اساس بلاک سایز های مختلف، یعنی بلاک میاد دیتا رو اینکریپت میکنه و به خاطر همین موضوع بسیار سریعتر هستش از الگوریتم بعدی که به وجود اومد به اسم الگوریتم اسیمتریک، به خاطر اینکه بر اساس بلاک سایز های بلاک میاد اینکریپشن انجام میده و بیشتر الگوریتم های سیمتریک به درد این میخوره که بتونن دیتا رو اینکریپت کنن. یادمون باشه، پس سریعترن، به درد اینکریپت کردن دیتا میخورن، ولی از نظر امنیت از الگوریتم های اسیمتریک ها امنیت کمتری دارن. خب به خاطر همین موضوع اومد چی شد؟ الگوریتم اسیمتریک اومد. توی الگوریتم های اسیمتریک ما الان چی داریم؟ از دو تا کلید استفاده میکنیم. نقطه ضعف حالت قبل چی بود؟ استفاده از یک کلید بود. ولی تو حالت اسیمتریک ها ما از دو تا کلید استفاده میکنیم. یک کلید رو بهش میگن کلید پابلیک و دومین کلید رو بهش میگن کلید پرایویت.
کلید پابلیک کلیدیه که دست همه میتونه باشه، یعنی کلیدیه که دست همه میتونه باشه و برای اینکریپت کردن استفاده میشه. کلید پرایوت کلیدی است که فقط و فقط دست خودم هستش، یعنی دست کس دیگه ای فقط یک نفر داره. اون نفر کیه؟ کسی است که میتونه چیکار بکنه؟ میتونه در اصل اینکریپت بکنه، درسته؟ دیکریپت بکنه در اصطلاح. پس عملا اگر بخوایم اینجا مثال رو بزنیم میگیم که شما فرض بکنید یک سورسی قراره که به یک دستینیشنی یک ترافیکی رو ارسال بکنه. خب یک دیتایی داره، این دیتا رو به علاوه یک الگوریتمی میکنه که الگوریتم رو با هم دیگه الان بگیم، به علاوه الگوریتم میکنه، به علاوه کلیدی. این کلیدی که الان وجود داره، ببینید خود مبدأ چه کلیدهایی داره. خود مبدأ پابلیک، طبیعتا طرف مقابل رو داره، پابلیک خب خودش هم که میتونه داشته باشه، پرایویت خودش رو هم داره. اما مقصد، نگاه بکنید، مقصد پابلیک، خب حالا داره پابلیک طرف مقابل هم داره و پرایویت خودش رو هم داره. پس در نتیجه اگر دیتا قرار باشه بخواد به طرف مقابل ارسال بشه از طریق اس که میشه مبدأ، بر اساس کلید پابلیک قرار این کلید بشه، اما پابلیک طرف مقابل پس میشه پابلیک مقصد. دیتا ارسال میشه، این کریپت میشه، ارسال میشه، این فرض کنید این کریپت شده هست، اون این کریپت شده منهای اون الگوریتمی که مشخصه قرار میگیره، منهای چی میشه؟ پرایویت خودش، چون پرایویت رو فقط خودش داره، پرایویت دی فقط دست خودشه و میرسه به چی؟ میرسه به ارزم به حضورتون که میرسه به دیتایی که وجود داره و میتونه اون رو ببینه. الگوریتم هایی که میشه ازش استفاده کرد مثل الگوریتم مثلا RSA میشه استفاده کرد، الگوریتم هایی مثل DSA، الگوریتم دیفی هلمن، ECC و الگوریتم های مختلف دیگه که توی این موضوع میتونن به ما کمک بکنن به جهت اینکه بخواد بیان یک فرایند اینکریپشن بر اساس اسیمتریکا برای ما فراهم. توی اسیمتریکا چون از محاسبات ریاضی پیچیده استفاده میشه، از حالت سیمتریکا به شدت کندتر هستن و ولی خب امنیت بسیار بسیار بالایی دارن. معمولا توی سلوشن های VPN برای انتقال کلید و وریفیکیشن طرف مقابل یا در اتنتیکیت کردن طرف مقابل معمولا از الگوریتم های اسیمتریک استفاده میشه. این رو در جریان باشید. پس اگه بخوایم یه تفاوت خیلی سریع بخوایم بگیم، الگوریتم های سیمتریک الگوریتم هایی هستن که چون به صورت بلاک های مختلف، سایز های مختلف میان دیتا رو میان اینکریپت میکنن، بیشتر به درد اینکریپت کردن دیتا میخورن، خیلی سریعتر هستن اما امنیت کمتری دارن. اسیمتریک ها امنیت بالاتری دارن به درد اتنتیکیشن و انتقال کلید از یک مبدأ به یک مقصد. تو بحث مربوط به سلوشن های مثل IPsec ازشون استفاده میشه. اینو گفتم در جریان باشیم. خب عرضم به حضورتون که اگر بخوایم اینجا با همدیگه بررسی بکنیم، تو قسمت سیمتریکا گفتیم که الگوریتم های مثل دز، تریدز و AES داریم که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. پس دوستان یادتون باشه زمانی که میخوایم IPsec استفاده بکنیم حتما داریم از این الگوریتم استفاده میکنیم. ببینید میگه الگوریتم دز کلیدی که برای من درست میکنه طول کلیدش چقدر؟ 56 بیته، یعنی طول کلید 56 بیته. تریدز 3 برابر، تقریبا تا 168 بیت میتونه طول کلیدش باشه. و AES های مختلفی داریم، AES 128 192 و 256 داریم، یعنی تا 256 بیت میتونه چیکار بکنه؟ طول کلیدش باشه. حالا دقت بکنید اینجاشم میگه آقا الگوریتم DS سایز بلاکی که داره کار انجام میده 64 بیت 64 بیت 64 بیته. پس دقت کنید 64 بیت 64 بیت میاد چیکار میکنه؟ میاد
بلاک هایی هستش که عملا انکریپشن انجام میده و طول اون کلیدا چقدره 56 بیته. تو قسمت تیریدس به همین ترتیب سایز بلاک 64 و طول کلید چقدره 168. پس اگه بخوایم بین دز و تیریدس بخوایم با هم مقایسه بکنیم، تیریدز طول کلید بیشتری داره از دی اس، اما به شدت کندتره. چرا؟ چون بلاک سایزشون با هم یکی هست. پس یعنی ما پیشنهاد میکنیم توی شرکتتون اگر میخواید استفاده بکنید بین تیریدز و دیز، ترجیحاً از دز استفاده بکنید اگر که پهنای باند خطوطتون یه سری چالش های وجود داره. پس این حواستون باشه، خیلی مهمه. این نکات کلیدیه که شما باید همه اینا رو در نظر بگیرید. چرا؟ چون اینکریپت کردن، دیکریپت کردن، انتقال اینها تو خطوط اینترنت یا خطوط MPLS یا خطوط مختلفی که وجود پهنای باند محدودی داریم و یا دستگاه هایی که قدرت سی پی و مموری کمتری دارن، اینا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو بحث مربوط به کندی شبکه. اما AES که پیشنهاد ما کلا استفاده از AES هستش الان، نگاه بکنید سایز بلاکش چقدر 128 بیتیه، یعنی 128 بیت، 2 برابر قبلی طول کلیدشه، ببخشید بلاک سایزشه و طول کلیدش هم به همین ترتیبه، یعنی 128 سر 256. پس میتونه این هم سریع تر از حالت قبل باشه، به شدت از دو حالت قبل سریع تره چون بلاک سایز بیشتری داره، به علاوه اینکه طول کلیدش هم چیه؟ بیشتر، امن‌تر هستش. پس اینجا طول کلید هم میشه امنه، فرآیند امنیت بالاتری داره. پس ترجیح ما از الان اینه که شما بتونید از AES استفاده بکنید تو مرحله اول، تو مرحله دوم از دیز استفاده کنید، تو مرحله سوم از دیز استفاده کنید. خب اما الگوریتم های اسیمتریک که گفتیم مثل RSA، مثل دیفی هلمن، ECC، DSA، اینا طول کلیدهاشون متفاوتن. مثلا اگر ما داریم از الگوریتم های RSA داریم استفاده میکنیم که بحث مربوط به مثلا سرتیفیکیت و بحث مربوط به پابلیک کی و پرایوت کی داره، میگه طول کلیدش از 1024 تا 15360 بیت میتونه باشه. پس ببینید چقدر این طول کلید بیشتره و چقدر فرآیند مربوط به امنیت رو میتونه بیشتر بکنه. یا دیفی هلمن که با خیلی باش سر و کار داریم، در موردش صحبت میکنیم که برای کی اکسچنج استفاده میشه و انتقال کلید تو بحث مربوط به آی پی 6 از 1024 تا 2048 بیت میتونه به ما کمک بکنه سایز کلیدش باشه. ECC الگوریتم دیگه یه که توی قسمت اسیمتریکا استفاده میشه، حالا ترجیحاً 160 تا 512 بیت که ما ازش استفاده نمی‌کنیم. و DSA امضای دیجیتال که از 512 تا 4096 بیت میتونه سایز کلیدش باشه. چیزی که ما بیشتر سر و کار داریم دوره خودمون با بحث دیفی هلمن هستش که بعداً در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم. این میشه انواع کریپتوگرافی، همون رمزنگاری ها که ما باید در موردش میدونستیم و بدونیم که سیمتریکا و اسیمتریکا چجوری دارن کار میکنن. یه مقداری که در مورد IP6 صحبت کردیم، در مورد هش هم صحبت میکنیم که در مورد MD5 و ارزم بزرگتون که در مورد SHA یا شاوا یا شاتو هم صحبت میکنیم که اصلا فرایند مربوط به از انتقال کلید برای اینکه عدم انکار صورت بگیره بر اساس هشینگ هست که در موردش صحبت میکنیم. پس با ما همراه باشید، بریم سراغ فصل بعدی یا سرفصل بعدی در مورد مباحث دیگه از دورمون با هم صحبت کنیم. خدا نگهدار.